آوازخوان جوان 25 ساله توجیک فاروق حسنوف با کسب 97 آواز از 100 آواز 100 عضو داوران به مرحله نهایی موسم پنجم آزمون آوازخوانی نوک سیو میسته در شبکه تلویزیونی روسیه یک رو یافت. موسم پنجم آزمون نوک سیو میسته 8 سپتامبر سال 2023 آغاز یافت. هنرنمای فاروق حسنوف با ترانه مشهور جونی وانا استی как любовь твою понять شام 7 نوامبر نشر شد. رهبر هیئت یکمان آزمون آوازخوان شناخته روس سرگئی لازارف هنرنمایی فاروق حسنوف را فوق‌العاده نامید و گفت که فاروق این ترانه را از جونی وانا استی هم بهتر اجرا کرد. لازارف افزود من تنها از یک چیز در حیرتم که چرا تو 97 امتیاز گرفتی نصد تو در هر یک صدای این ترانه زندگی داشته. به نظر من تو یکی از هنرمندان از همه برجسته این موسمی بدون یگان شک و شبهه. سامانه رسمی آزمون سموتر امرو نیز از هنرنمایی آوازخوان توجیک چنین توصیف کرد. فاروق حسنوف 25 ساله از توجیکستان به معنای تامش داوران را با مهارت و صدای نوتکرارش محبوب کرد. او قبل از برآمدن به صحنه خیلی هیجان به نظر می رسد ولی تمام نیرویش را جمع آورده هنرنمایی عالی کرد. خود فاروق حسنوف بعد هنرنماییش به این سامانه گفته است این یک کار فوق‌العاده بود. در چنین لحظه های فرابخش مرا تنها یک چیز انگیزه می دهد. می خواهم پوره به ایجاد داده شوم و اثبات کنم که من کیستم و به چه قادرم. بگذار همه دانند که توجیک ها کیستند. فاروق حسنوف 20 ایول سال 1998 در شهر دوشنبه به دنیا آمده. ملتش توجیک است. او از کودکی به موسیقی شوق و رغبت داشت و در برابر مکتب میانه در استودیوی موسیقی نیز تعلیم می گرفت. اما بعد ختم مکتب هنگام انتخاب کسب از انتخاب راه هنر بیم داشت که به رشته ترجمانی و زبانشناسی داخل شد. فاروق یک مدت از روی کسب کار کرد ولی عشق موسیقی در نهایت باز او را به جاده های هنر آورد. اسم فاروق حسنوف همچون آوازخوان بار اول در پی راه یافتنش به فینال آزمون موسیقی آسیای مرکزی معرفی و معروف شد. این آزمون نخستین قدم فاروق حسنوف به سوی صحنه گردید و او بعد این چت خود را تشکیل کرد و ترانه های توجیکی و خارجی را زیر نواز گیجک و گیتار اجرا می کرد. فاروق حسنوف در آغاز سال 2023 با نشر چند عکس در اینستاگرام از ازدواجش خبر داد ولی عکس همسرش را با سمایلک از چشم همه پنهان کرد. در تیر ماه سال 2023 فاروق به موسم پنجم آزمون نوک سیو میسته پیوست و اینک به دوره نیمه های این آزمون رسید. فاروق میگوید در وقتش زیر تاثیر ترانه های آوازخوان کانادایی جاستین بیبر پای به صحنه هنر گذاشت و طول مخلص این آوازخوان بوده میخواهد با او در یک صحنه هنرنمایی کند.